میگه پس پدر در همین چند سال قبل پدر رفت به سرزمین حج به عربستان به خاطر حج کردن. یک مادر با چند تا طفل خود فقیری بودن، با چند تا طفل در داخل خانه بودن. یکی از روزها یک پسر 10 ساله‌ای داشتن، بسیار دوست داشتن، بسیار زیاد دوست داشتن. این پسر پشت یک موتر که بسیار سرعت داشت محکم گرفت، موتر سرعت داشت افتاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد، مرد. این طفل 10 ساله مرد. میگه همه حیران مانده بودن که به این مادر پیچ سفید ازی، به این مادر سرسفید ازی چی بگوین، ولی آسیه ها در این زمان هم هستن. فکر نکنین هر گوشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشه. آسیه ها هنوز هم زنده هستن. میگه آمدیم داخل خانه، با ترس و لرز نشستیم پیش مادر، شروع کردیم از این طرف و اون طرف که خدا رحمات میکند، نعمت ها میدهد، بعد نعمت های خود را میگیرد، ما باید صبر بکنیم و فلان و فلان. بعد از دقایق گفتیم که همون فرزند 10 ساله‌ای تو جان به جان آفرین تسلیم کرد. میگه مادر قطرات اشکش بدون صدا بیرون شد، قطرات اشکش جاری بود، با آواز بلند صدا زد انا لله و انا الیه راجعون. ارتباط با کی است؟ الله. آرامش دادنی برش، آرامش برایش داده. انا لله و انا الیه راجعون. آرامش داده مصیبت. امروز جوان برای اینکه دختر فلانی را دوست داشتم الان به من نرسیده من خودکشی میکنم. تو چی میگی؟ این آرامش دارد. کی را گم کرده؟ فرمانروای دل را، الله مقتدر و توانا را. امروز برای اینکه فلانی دکانش را به من داده بود الان گرفته، غم دارد، زانه غم را محکم گرفته و تمام روز گریه میکنند. من با آمریکا نرفتم گریه میکنند، من به ترکیه نرفتم گریه میکنند. نه عزیز من، ارتباط خود را با پروردگار خود برقرار بکن، دنیای از آرامش را به تو میدهد. میگه پدر برگشت، پدر سرسفید از سرزمین حج برگشت. ما ترسیدیم کاری چیکار میشه، این قدری فرزند خود را زیاد دوست داشت. میگه بعد همه رفتن به دیدنش، شروع کردیم از این طرف و آن طرف. میگفتیم خود این عالم میگوید من اونجا حضور داشتم. میگه برایش گفتم که همون فرزند 10 سالت وقت تو نبودی، در غربت بودی، در سفر چقدر سخت است وقت پدر برگردد که پسر را در خانه نمیند، ملاقات به روز قیامت باند. میگه پدرش گفتیم همون فرزند 10 ساله تو جان به جان آفرین تسلیم کرد. میگه پدرم با همون متانت و وقار و سنگینی گفت انا لله و انا الیه راجعون. اگر کل فرزندان مرا بگیرد من چی کار کردم این طرف؟ پس عزیز من، در وقت مصیبت، وقت داغ میزنی چی از دست من تو میآید؟ وقت صدا میگذاریم چی درد را درمان میکنی؟ وقت عزیزی که به مرض سرطان گرفتار هستی فریاد میزنی، گریه میکنی، آیا گریه تو سرطان تو را از بین میبرن؟ نه خیر. ارتباط را با کی بگیر؟ با الله. ارتباط را با الله برقرار بکن. هیچ شی ناممکن به پیش او وجود ندارد، هیچ شی ناممکن به پیش وجود ندارد. تسلیم به رضای الله باشید. یک روز حضرت موسی گفت پروردگارا یک عزیزترین بنده ات را به من نشان بده، یک مهربانترین بنده و بنده ای که بسیار دوستش داری. پروردگار به حضرت موسی گفت ای موسی برو در فلانی صحرا، اونجا برو یک بنده ای مرا پیدا میکنی. حضرت موسی آمد، دید که یک مرد کشاورز هست، زراعت پیشه هست، مصروف کار زمین است که در همین اثنا صاعقه از آسمان زده شد. حضرت موسی حیران ماند که مرد کشاورز محبوب ترین بنده خداست چی کار کرده است؟ میگه صاعقه از آسمان زده شد، هر دو چشم این مرد در آن واحد کور شد. در آن واحد هر دو چشمش کور شد. میگه همین که چشمش کور شد یک جا نشست صدا زد مولای من، مولای من، به چشم کوتی من، به نابینایی من تو راضی هستی؟ من شکر میکشم الحمدلله. خدای من تو راضی هستی که من چشم نداشته باشم؟ پروردگار من راضی هستم. عزیز من، وقتی نعمت از دستت گرفته شد به الله بگو خدای اگر تو راضی است که از دست من گرفته شده من دیگه مشکلی ندارم. پروردگار اگر فلانی نعمت را به من ندادی، اگر رضای تو به اون است، پروردگار من مشکل ندارم، من تسلیم رضای تو هستم. حضرت موسی آمد به پیش این مرد، برایش گفت ای مرد من نبی از انبیاء الهی هستم، من پیامبر از پیامبران خدا هستم، اگر حاجت داری بگو من دعا کنم خدا چشمای تو را بینا بگرداند. این مرد به حضرت موسی گفت ای موسی تو چگونه این سخن را میزنی در حالی که مولای من راضی است که من نابینا باشم؟ من چگونه خلاف رضای پروردگار خواسته بکنم؟ پس من راضیم به همین نابینایی و فقط رضای الله را میخوام. ارتباط با کی برقرار است؟ الله.
وقتی ارتباط با ربت برقرار شد به تو سگی نمی آورد، به تو آرامش می دهد، دلت تلاطم از رحمت و برکت می شود. تو نه تنها به انبیا بلکه به صلحا ببین، بلکه به اونهایی که چند مدت پیش وفات کردن اونها ببین. حضرت شیخ سلیم الله خان رحمت الله علیه یکی از محدثین و شیخهای پاکستان از عالم خیلی بزرگی بود. وقت مشکل قلبی پیدا کردن بردن شیخ سلیم الله را پیش دکتر به هندوستان بردن که تا این را شق صدر بکنن و عملیات بکنن قلبش را. وقتی بردن پیش دکترها قلبش را باز کردن دکترها. بعد از اینکه قلبش بسته شد بردن این را در مدرسه. بعد از چند روز چند تا دکتری که این را عملیات کرده بود آمد، گفتن ما میخوایم شیخ را ببینیم. گفتن شما کی هستین؟ گفت ما اون دکترهای هستیم که قلب شیخ را پاره کردیم، اون را عملیات کردیم. گفتن بفرمایید. همه رفتن به پیش شیخ. شیخ برایشان گفت چی باعث شد که شما پیش من آمدین؟ گفت شیخ ما چیزی را دیدیم که به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد اون چیز را در طبابت ما ندیدیم. ما چیز را در وجود تو دیدیم که ما طب خواندیم، ما تخصص در طب داریم، ما جراح قلبیم، ولی ده ها و صدها قلب را پاره کردیم، این حالت را ندیدیم. شیخ سلیم الله خان رحمت الله علیه فرمود چی را دیدید که من خبر نیستم؟ گفت وقتی قلب تو را پاره کردیم یک حرکت قلب تو داشت که دیگر قلب ها نداشت، یک حرکت داشت که در طب جور نیامد و طب ما این را در طب نخوانده بودیم. وقت خوب دقت کردیم دیدیم که در این حرکت الله 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 قلب تو الله الله میگو. ما دانستیم که قدرتی هست که نامش این گونه آرام کرده قلب ها را، نامش این گونه در قلب ها در حرکت است. بگو که ما ایمان بیاوریم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ارتباط با کی هست؟ الله. پس ارتباط بنده با الله عزیز من کل مشکل زندگی تو را حل میکنه. باور کنین آنقدر این روز مشکلات مردم زیاد شده، خصوصا در باب طلاق. هر روز تماس هاست که ما زن خود را طلاق کردیم، عصبانی شدم، به قهر طلاق کردم. این عصبانی و قهر زمان به انسان رخ میدهند، زمان به انسان پیدا میشود که ارتباط بنده از الله قطع شود. به خاطر که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه لا تغضب، غضب نشو. ای مسلمان زنا نکن، ای مسلمان شراب نخور، ای مسلمان قمار نزن، ای مسلمان پدر و مادر آزار نده، ای مسلمان رشوت نخور، ای مسلمان سود نخور، ای مسلمان به مسلمان خیانت نکن، ای مسلمان دروغ نگو، ای مسلمان حسادت نکن، ای مسلمان غیبت نکن، ای مسلمان گناههای متنوع را انجام نده، ای مسلمان گناهی چشم نکن. چرا ما این همه را میکنیم؟ ارتباط با کی خراب شده؟ با الله. و الا اگر جوان از خدا بخواهد که خدایا ما را به سمت خودت فرا بخوان. الله در یکی از آیه ها میگه ففروا الی الله. میدونیم که یک شبانه روز چند ساعت است؟ 24 ساعت. چند ثانیه میشه؟ 84600 ثانیه. چقدر؟ 84600 ثانیه میشود 24 ساعت شبانه روزی. پس خدا یک بانگ از وقت را به تو داده است، یک بانگ از زمان را به تو داده. اگر بیدار شدی عزیز من، هر ثانیه یک پروژه هست، هر ثانیه یک تلنگری هست، هر ثانیه یک سبحان الله تو میگی. 84600 ثانیه چه زمان کلانی است در 24 ساعت شبانه روزی. الله رب العزت و الجلال این رحم را به من تو کرده، 84600 ثانیه را به من تو عطا کرده. اگر در اینجا بیدار شویم به این روزها را، باور کن ما بسیار جاها وقتی نزد عزیزا و دوستا در دکانهایشون میرم برشان میگم بیکار که شدین سبحان الله بگین. اگر تو غلطک در دست در مسیر سرک روان هستی 10 افغانی پیدا نکردی، هم از تجارت آخرت موندی هم از تجارت دنیا. غلطک به دست سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ارتباط با کی برقرار بکن؟ با الله. الله آخر روز شکم تو رو گرسنه نمیمونه، شکم تو رو گرسنه نمیمونه. اگر مظلوم هستی، مشکل داری، در محکمه مشکلت حل نمیشه، 2 رکعت نماز بخوان، دست خود را بلند بکن به خدایا این دل را مال تو میگردونم، خدای مشکل مرا حل بگردون. این دل مال تو مشکل مرا حل بگردون. در هر مشکلی که هستی، در هر حالتی که زندگی میکنی، حتی در موتن هستی، تمام روز یک سواری پیدا نشد، در همین لحظه یک دفعه به سمت خدا متوجه شد، بگو الله اکبر سبحان الله، برو رانندگی بکن. آخر روز پروردگار شکم تو را سیر میکند. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله
لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا و تروح بطانا. ای بندگان من، اگر توکل کردین به پروردگارتان، اگر خود را تسلیم خدا کردین، خدا شما را سیر میگرداند، خدا به شما روزی میدهد مانند آن پرنده‌ای که از لانه خود بیرون میشود، هیچ جایی ندارد که غذا بخورد. وقتی بیرون میشود از لانه شکمش سیر میشود، به جوجه های خود هم چیزی میآورد. یک بار بگو الله اکبر. وقتی الله به پرنده روزی میدهد، به من و تو نمیدهد؟ بسیار جوانان رفتن به ترکیه، جوانان عزیز ما رفتن دست خالی برگشتن. چرا؟ ارتباطشان به الله خراب شد. رفتن گناه و معصیت کردن. رفتن به ایران دست خالی برگشتن. ارتباطشان با ربشان خراب است. دکان دارن برکت نداره. ارتباط با پروردگار خراب است. نماز صبح را جوان نخوانده است. ساعت 7 از خواب بیدار شده است. به سمت بازار رفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اونهایی که نماز صبح را نمیخوانند به سمت بازار میروند، بیرق شیطان به دستشان به سمت بازار میروند. اونهایی که نماز صبح را میخوانند به سمت بازار میروند، بیرق رحمان به دستشان است. وقت وارد بازار شدی این دعا را بخوان: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد یحیی و یمیت وهو علی كل شیء قدیر. در آخر روز با دست پر یکم کسی پیش مولوی صاحبا و پیش علما و تعویض نویسا میره، میگه یک تعویض بده که در دکان من چی پیدا کنه؟ در کار ما برکت پیدا کنه. عزیز من، 100 تا تعویض مانده. قرآن را ببر اونجا بگذار، قرآن را ببر اونجا بگذار تا زمانی که قلب تو آماده نشود، تا زمانی که قلب تو ارتباطش با پروردگار برقرار نشود. این تعویض‌ها هیچ درد را دوا نمی‌کنند. فقط اگر می‌خوای در زندگیت برکت باشد، در فرزندت برکت باشد، در زنت برکت باشد، در دستت برکت باشد، ارتباط را با کی برقرار بکن؟ الله. ان شاء الله مطلب را گرفتیم. ارتباط ما امروز با الله برقرار است. ان شاء الله تا همین لحظه آنلاین هستیم. خدا هم پخش مستقیم ما را می‌بیند، لحظه هم توقف نکرده است. از این هم شفافتر ما را می‌بیند، از یکی دیگر ما شفافتر ما را می‌بیند. قلب ما از صورت ما که به او شفافتر معلوم می‌شود. دردهای دل ما را خوب می‌داند، رنج‌های ما را خوب می‌داند. جوان در دل خود چی مشکل دارد اون خوب می‌داند. پس بیا امروز با رب خود آشتی بکنه، هر چی می‌خوای برایت عطا می‌کند. عجله نکن. نگو که خدایا من داخل مسجد رفته بودم دعا کردم بیرون شدم ندادی. عجله نکن. عجله نکن. به خاطر یک مشکل چند روز پشت در حکومت میری؟ چند روز باید انتظار بکشی؟ به خاطر یک مشکلی که در تداوی هستی، دکتر میگه یک ماه از بستر خود تکان نخور، ولی از خدا خواستی میگه در آن واحد به من بده. نه، یک امتحان بده که خدا یک امتحانت بکنه که تو بنده شدی یا بنده همین یک لحظه و چند لحظه هستی. خدایا فلانی مشکل من آسان بکن، خدایا اون دختر فلانی را میخوام با امرش ازدواج کنم. وقت خدا اون را نصیبش میگردن در روز عروسی و خدا میگه خدایا با تو خداحافظی باید موسیقی و عروسی ما باشد. این بندگی است، این ارتباط است، این محبت است. نه عزیز من، باید با پروردگار خود صادق و راست باشی. قسمی که ما به خدای ما میگیم خدایا ارتباط ما با برقرار هست. همیشه برایت گفتم هر موبایلی که کردیت ندارد تماس سیر میکنن، میشود به هر کمالت که زنگ بزنی نمیتوانی تا زمانی که چی نیندازی؟ کردیت نیندازی، کردیت کارت. عزیز من، کردیت کارت تو ارتباط تو با پروردگار و عبادت و طاعت هست. کردیت بیانداز. اگر امروز خط شده ارتباطت کردیت نداره دیگه. کردیت دمیست که اطاعت پروردگار را بکنه، از چیزی که پرهیزت کرده دست بردار. آل دوزانه بشه که دعا میکنه.